بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و صحتمند باشین. هموطنای گرامی، یک جان سپاس که برنامه رو تعقیب میکنین. خداوند شما را خیر و برکت نصیب ساز. ساعتی که در شنیدن برنامه ها سپری میکنین کلش اجر و پاداش باشه که بر علاوه فواید دنیوی فواید اخروی هم بر ما داشته باشه. ما در پهلوی دیگه برنامه ها یک برنامه تشریح کتاب ها بود که کتاب انسان در جستجوی معنا، بیاندیشید ثروتمند شوید، تو امانی که میاندیشی، قدرت عادت و کتاب DSM-5 TR خدمت شما تشریح کردیم. یک کتاب نو شروع میکنیم، کتاب بسیار خوب از یک نویسنده خوب که در بخش موفقیت بسیار کارا داره و مخصوصا همین کتابش بسیار انگیزه و الگو شد برای بسیار کارا، برای معلمین، برای مدیرها، برای سازمانها. یک دروازه جدید باز کرد برای ایشان. چه کسی پنیر مرا جا بجا کرد؟ Who moved my cheese؟ کتاب خوب است از اسپنسر جانسون. این کتاب باید بگوییم که از طرف خواهر ما سهیلا سمندری که در امریکا زندگی میکنن 200 یا 300 دلار بر برنامه کمک کردن. تقاضایشانی بود که یک کتاب تشریح شود. این کتاب از طرف هم خواهر ما بر شما تقدیم. بر سلامت و جان جور و عمر طولانیش دعا کنید. و دیگه هموطنای گل ما که همکاری های مالی به برنامه کردن، متاسفانه آنقدر شدید مصروف هستم که نتونستیم از شما یادآوری کنم، ولی در اولین فرصت به خیر یادآوری میکنم. هرچند اقتدار میگه نام ما رو نگیرین، ولی ما خودم میخوایم به نزد قهرمان ها در این برنامه ها نامتان باشه و کسایی که میشنوام یک دعای خیر به حال شما بکنه. ابعادی از قسمت های ساده و پیچیده وجود ما. در این کتاب این آدم داستانی جور میکنه. قهرمانای از این کتاب موشکاست، موشا که دنبال پنیر هستند و ببینیم که ما از این چی پیامی گرفته میتونیم. مقدمه: در این داستان 4 شخصیت خیالی ترسیم شده است. موشها، یکی اسنیف است، یکی سکوری و آدمهای کوچک، یکی هم است و یکی هاست. این 4 تا شخصیت از این کتاب است، ولی در لابلای از این قصه خواسته بر ما و شما پیام های موفقیت بده. این 4 شخصیت برای عکسشون دیدیم در صفحه قبلی. یک دفعه باز ببینید، یک دفعه اینا رو ببینید. این دوتا هم و هاست و یا دوتا موشک اسنیف و اسکرویس. این 4 شخصیت برای نشان دادن قسمت‌های ساده و پیچیده درون ما بدون توجه به سن، نژاد یا ملیت در نظر گرفته شده هستند. ما گاهی اوقات ممکن است مثل اسنیف عمل کنیم که تغییرات را زود بو می‌کشد و یا مثل اسکروی که به سرعت وارد عمل می‌شود. گاه مانند هم می‌شویم که با این کار تغییرات در برابر آنها میستد، چرا که میترسد به طرف چیزی بدتر کشیده شود، یا مثل ها که یاد میگیرد وقتی شرایط او را به طرف چیزی بهتر رهنمایی میکند خود را به آن تغییر وفق دهد. ما و شما یکی از این چیزا خود بودیم. یا اهل عمل هستیم، یا وقت تغییر میاد به استقبالش میریم، یا ترسو از تغییر میترسیم و عمل نمیکنیم. هوس داریم، آرزو داریم ولی برش کاری نمیکنیم. داستانی در پس پرده. بسیار مشتاقم که داستانی را برای شما بازگو کنم که در پس داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد یا پنیر مرا گرفت یا پنیر مرا از جوز کرد و دور کرد وجود دارد. چرا که این کتاب در حال حاضر چاپ شده و در دسترس همه قرار دارد تا آن را بخوانیم و از آن لذت ببریم و در استفاده از آن با دیگران سهیم شویم. این داستانی است که من مدتها پیش از آن که کتاب مدیر 1 دقیقه‌ای را به همراه اسپنسر جانسون بنویسم آن را از زبان او شنیده و انتظار چاپ آن را داشتم. با خود بیندیشیدم که این داستان چقدر زیباست و تا چه حد میتواند سودمند باشد. مقدمه کسی حتما تقریض نوشته کرده که حتما همراه جانسون اون کتاب مدیر 1 دقیقه‌ای را نوشته کرده بود. این 1 دقیقه‌ای یک کتاب است، مدیر 1 دقیقه‌ای. بله 1 دقیقه‌ای اگر فرصت شد براتون تشریح میکنم. چه کسی پنیر مرا جابجا کرد داستانی است درباره تغییراتی که در 1000 ماز رخ میدهد. جایی که 4 شخصیت جالب
در جستجوی پنیر هستند، یعنی در سوراخکا، در راه، در مسیرها. پنیر استعاره برای آنچه که ما میخواهیم در زندگی داشته باشیم. هدف از پنیر تنها پنیر نیست، هر چیزی که در زندگی ما کار داریم اهداف ما پنیر است. اهم از یک شغل، یک وظیفه، یک رابطه، پول، خانه بزرگ، آزادی، سلامتی، آگاهی، آرامش روحی یا حتی ورزشی مانند دویدن یا بازی گلف، هر چیزی رو شما به جای پنیر بتارید قرار بدید. هر یک از ما در مورد پنیر خود نظر خاصی داریم و در پیان هستیم، زیرا معتقدیم که اگر آن را به دست آوریم راضی میشه. اغلب ما به آن دل بسته ایم و اگر آن را از دست بدهیم یا کسی آن را از ما بگیرد، ضربه تکان دهنده به ما وارد می آید. اون موضوع را دوست داریم دیگه، نه؟ مثلا وظیفه ما را، مثلا موتر ما را که کس بگیره ناراحت میشیم، چطور به دست بیاریم، اگر نبود چی کنیم. اینا کلش در این داستان است. در این داستان هزار تو، یعنی هزار راگک و خانه خالی، نشانه جایی است که شما در آن برای رسیدن به اهداف خود وقت میگذرانید. این میتواند سازمانی باشد که در آن کار میکنید، اجتماعی باشد که در آن زندگی میکنید، یا رابطه هایی که در زندگی با دیگران دارید. در این مسیرها، همین مسیرهایی را که همین 4 شخصیت داستان میکنه. من داستان پنیر را که شما در صدد خواندن آن هستید در سراسر دنیا بارها در سخنرانی‌هایم گفتم و به کرات از افراد شنیدم که چه تأثیری در زندگی آنها داشته است. میخواهید باور کنید یا نه، این داستان کوچک تاکنون باعث نجات بسیاری از شغلها، ازدواجها و زندگی‌ها شده است. این تاثیرات داشته، انشالله که ما و شما همین نتیجه را بگیریم. من خودم هم سالهای قبلی کتاب خوانده بودم، سالهای قبل که میگم شاید 10 سال 15 سال پیش، ولی این دفعه با شما یک جای میخوانم. یکی از این مثالهای واقعی متعلق به چارلی جونز، گوینده برجسته تلویزیون NBC است. او اعلام داشت که شنیدن داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد موجب نجات حرفه‌ای او شده است. وظیفیش نجات. او گوینده منحصر به فرد است، اما اصولی که او آموخت میتواند برای هر کسی مورد استفاده باشد. این است آنچه که اتفاق افتاد. چارلی در بازی‌های المپیک گذشته توانسته بود به خوبی از پس مسئولیت گزارش مسابقات دویدن و میدانی برآید. وقتی رئیسش با او گفت از گزارشگری مسابقات معزول شده و برای المپیک بعدی او را به بخش شنا و غواصی انتقال داده است، غافلگیر و ناراحت و به این علت که به خوبی با این ورزش آشنا نبود مستعصل شد. او احساس میکرد که از او قدردانی نشده و این موضوع عصبانی بود. این آدم برای دویدن و اینا خوب گزارشگر بود. یک دفعه رئیسش گفت که از این بخش تو تبدیل شدی، باید تو بری مثلا در مورد بازی برای ما گزارش بدی. آدم عصبانی بود که چرا من خود این مورد نمیفهم. چرا میگفت احساس میکردم این عمل منصفانه نیست و عصبانیت رفته رفته روی هر کاری که انجام میدادم تاثیر میگذاشت. عصبانی بودم، دلم بود بگم وظیفه رو ترک کردیم، برو. گفته بودم تو را وظیفه تا مرا اعلام. بعدها داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد شنید. میگفت که پس از شنیدن آن به خودش خندید و طرز فکر و روش خود را در برخورد با این موضوع تغییر داده است. او پی برد که رئیسش فقط پنیر را جابجا کرده، بنابراین خودش را با آن شرایط هماهنگ کرد. من فهمیدم نه ولی خود کاری نکرده، پنیر من از اونجا مونده، برم پنیر رو پیدا کنم خلاص. دویدن ورزش جدید را یاد گرفت و در این جریان فهمید که انجام دادن کار جدید به او احساس جوانی بخشیده است. خب میگم من با جای ازی که خدا ناراحت کنم ورزش جدید یاد گرفتم، امی بازی یا هر چیزی که بوده و هم میگه احساس جوانی کردم. 2 ورزش جدید یاد گرفته بود. چندی نگذشت که رئیسش با عوض و انرژی جدید و پی برد و به زودی کارهای بهتری رو با او محول کرد. کارهای جدید برش داد که آفرین تو چقدر خوب قوی کار میکنی، سر حال هستی بکی. از آن پس موفقیت بزرگتری به دست آورد تا جایی که به عنوان یکی از مشهورترین مجریان فوتبال در تالار گزارشگران فوتبال بخشی را به او اختصاص دادند. اگر او وظیفه تبدیل نمیکرد هیچ دموک چیز مانده بود و اگر عصبانی میشد وظیفه را ترک میکرد به این موفقیت نمیرسید. ولی با این قدر که کاری نشده، پنیر مزی که اونجا ماندن میرم دنبالش پیدایش میکنم، خلاص زندگی را برد. این تنها نمونه است که از آنچه من تا حال از تاثیر این داستان بر زندگی کاری و عشقی افراد شنیدم. من آنقدر به قدرت این کتاب معتقدم که یک نسخه قبل از چاپ و انتشار را به بیشتر از 200 نفر که با شرکت ما کار میکنند دادم. چرا؟ زیرا شرکت کن بلانچارد همچون هر شرکت بزرگ دیگر تنها به موفقیت های فعلیش فکر نمی کند و میخواهد همواره خود را در صحنه رقابت و موفقیت حفظ کند. پنیر ما دائما در حال جابجا شدن است، از یک جای دیگر بود.
وظیفه ما تغییر میکنه، کوچ میکنیم در تغییرات در زندگی ما. ما خود آماده ساخته بریم. کسی که مقدمه رو نشته کرده حتما رئیس کدام کمپانی و شرکت است. برخلاف گذشته که ما دنبال کارمندان مسئول و وفادار بودیم، امروزه به دنبال اشخاصی میگردیم که با انعطاف و نواندیشی باشند. میار ما میگه امروز نواندیشی و انعطاف است که در پنیر من جابجا کرد، گپ انعطاف پذیری است. با این حال همانطور که میدانید زندگی در محیطی که دائما در حال تغییر است میتواند پر از فشار عصبی باشد، مگر اینکه افراد دید خود را نسبت به تغییر تبدیل کنند و بهتر بتوانند آن را درک نمایند. برگردیم به همان داستان پنیر. کاملا مشهود بود. افرادی که بنا به توصیه های من این کتاب را خواندند رفته رفته از انرژی های منفی رها شدند. یکی از هر بخش راهشان را کج کرده آمدند که به خاطر کتاب از من تشکر کنند. آنها اظهار داشتند که این کتاب برایشان بسیار مفید بوده است و به آنها این توانایی را داده تا تغییرات در حال وقوع را در شرکت را از دیدگاه جدیدی بنگرند. باور کنید خواندن این قصه کوتاه وقت زیادی را نمیخواد، اما اثرش میتواند عمیق باشد. کتاب کوچک است، حدود 35 صفحه. شما همان طور که صفحات را ورق میزنید در این کتاب به 3 بخش برمیخورید. بخش اول یک گرد همایی است. چند هم صنفی قدیمی سعی میکنند درباره نحوه برخورد خود با تغییرات که در زندگیشان اتفاق افتاده صحبت کنند. دومین بخش داستانی است به نام چه کسی پنیر مرا جابجا کرد. این قسمت مرکز یا قلب کتاب است. در این داستان میبینید که وقتی موشها با تغییرات روبرو میشن بهتر عمل میکنند، برای اینکه آنها همه چیز را ساده میگیرند، در حالی که ذهنیت پیچیده آدمک کوچک و احساسات بشریشان همه چیز را پیچیده میکنند. دلیل این امر باهوش بودن موشها نیست. همه میدانیم که انسان باهوشتر از موش است، که موشها و آدم کوچک‌ها نماینگر قسمت‌های ساده و پیچیده وجود ما هستند و میتونید ببینید که انجام دادن کارهای ساده در هنگام وقوع تغییرات تا چه حد مؤثر خواهد بود. و بخش یک مباحثه هست. اشخاص درباره آنچه که در این داستان دستگیرشان شده و اینکه چطور تصمیم دارن آن را در کار یا زندگیشان به کار برن بحث میکنند. بعضی از خوانندگان این کتاب به خواندن قسمت اصلی کتاب اکتفا کرده و وارد قسمت مذاکره نشدند، اما ایده دیگر از خواندن مباحثه لذت بردند، چرا که این قسمت ذهنیت آنها را در مورد این مسئله که چگونه ممکن است آنچه را یاد گرفتند در زندگی خود به کار بگیرند برای 3 قسمت داره کتاب. دوستا در مورد تغییرات زندگیشان میگه. داستان اصلی کتاب است که چطور با تغییرات خود ما هماهنگ بسازیم، اگر نکنیم چی مشکل. و سوم نظر کسایی است که در مورد کتاب نظر دادند، در زندگیشون تغییرات آورده. در هر صورت امیدوارم شما هم مثل من پس از هر بار خواندن کتاب نکته جدید و مفید در آن بیابید و این امر به شما کمک کند تا تغییرات را با موفقیت پشت سر بگذارید. حال موفقیت در هر چی میخواهد باشد، در هر بخشی که میخواهید. امیدوارم شما از آن چی که کشف میکنید لذت ببرید و به یاد داشته باشید که با پنیر جابجا شوید که چه رقم است. یعنی پنیرتان اگه تغییر کرد شما مسیر تغییر داده بتانید. مقدمه خوبی بود. میایم سر گرد همایی در شیکاگو. در یک شنبه آفتابی چند دوست قدیمی دوران مکتب و پانتون فردای سالگرد جشن فارغ التحصیلیشان برای صرف نهار در شیکاگو گرد آمده بودند. همه مایل بودند از اتفاقاتی که در این دوران در زندگی هر یک آنها رخ داده بود با خبر شوند. بعد از شوخی بسیار و صرف غذای خوب سر صحبت باز شد. آنجلا که یکی از محبوب ترین افراد صنف بود گفت: زندگی با آنچه که ما در مکتب فکر میکردیم متفاوت بود. خیلی چیزها با آنچه ما میاندیشیدیم فرق داشت. همونطور است، نه؟ در مکتب در زندگی ما یک چیز فکر میکنیم ولی تو نمیباشه. ناتان تصدیق کرد و گفت دقیقاً همینطور است. همه میدانستند که ناتان وارد حرفه خانوادگی شده بود و برای مدت‌های طولانی با همان روند کار کرده و عضو انجمن محلی بوده است. بنابراین از ابراز نگرانی و بسیار متعجب شدند، با وجودی که در کار پدری و خانوادگی خود رفته بودند، ولی هنوز بر دیگاه سوال پیدا شد دیگه چرا ناراضی است. از او پرسیدند هیچ توجه کردید که ما هیچ وقت نمیخوایم با تغییرات اوضاع تغییر کنیم؟ سوال شد. کارلوس گفت من حدس میزنم ما با این علت در مقابل تغییر مقاومت میکنیم که از تغییر میترسیم. پیام اول از تغییر نترسین. هموطنای گلم، از تغییر نترسین. چرا تغییر مقاومت میکنیم؟ از تغییر میترسیم. به می خاطر شرایط بده ترجیح میدیم، دنبال شرایط خوب نمیریم. جسیکا گفت از یک کاپیتان تیم فوتبال بعید است که از ترس حرف بزند. من هرگز فکر نمیکردم که روزی چیزی در مورد ترس از تو بشنوم. آنها وقتی متوجه شدند با این که هر یک در زندگی راه متفاوت رفته است، از کار کردن در خانه تا مدیریت سازمان، اما همگی احساسات مشابه را تجربه کرده بودند و خندیدند. کلشان مثلا ترس تجربه کرده بودند.
در جایی که بودن. آنها هم سعی کرده بودند از ایده تغییرات غیر منتظره برآیند که در سالهای اخیر برایشان پیش آمده بود. اغلب آنها اعتراف کردند که روش خوبی را برای مقابله با آن تغییرات به کار نبستند. کلشان گفت والا اشتباه ما است که خوب نتانستیم در مقابل تغییر خود سازگار بسازی. به اشتباهی بود. سپس بویکل گفت من قبلا از تغییرات میترسیدم. انشالله شما کتاب کار جور کنید نامای ما و شما باشه. من قبلا از تغییرات میترسیدم. هنگامی که تغییری بزرگی در کسب و کار ما رخ داد نمیدانستم که چه باید بکنم. به همین دلیل خودمان را با آن مطابق نکردیم و تقریبا همه چیز از دست دادیم. با تغییر که خود رو منطبق نسازیم از دست میدیم. او ادامه داد اگر با تغییر خود روبرو نسازیم منقرض میشین دوستای نازنین. تا اینکه داستان کوچک خنده‌داری شنیدم که همه چیز را تغییر داد. ناتان پرسید خب این داستان کاملا نظر مرا در مورد تغییر دگرگون کرد. دیگر تغییری برای من نه تنها به معنای از دست دادن نبود بلکه به دست آوردن چیز جدیدی نیز به شمار میرفت. گفت من یک داستان شنیدم از روز دیگه نترسیدم. از تغییر نترسیدم بلکه تغییر خوشم میآمد که یک چیز نو برام میده. این داستان مسئله را برای من روشن کرد و پس از آن به صورت همه چیز چه در کار و چه در زندگی شخصیم دگرگون شد. در آغاز سادگی بیش از حد این کتاب به نظرم مسخره آمد چون مثل داستان‌های دوره دبستان بود، اما بعد به خودم خندیدم زیرا متوجه موضوع این وضاحت نشدم و آنچه را که در زمان وقوع تغییر موثر بود انجام نداده بودم. گفتی کتاب اول برام ساده معلوم میشد مثل کتاب‌های مکتب قصای مکتب، اما دیدم نه والا با وجودی کتاب خورد است و زندگی من تغییر داد. آرزو دارم زندگی ما شما را تغییر بده. وقتی پی بردم 4 شخصیت این داستان نمایانگر قسمت‌های وجود خودم است، فکر کردم مانند کدام یکی از اینها بهتر است رفتار کنم و خودم را تغییر بدم. از این 4 داستان با شما خوش کنید مثل کدامش می‌خواهید باشید. بعد این کتاب را به افراد دیگر سازمانمان دادم و همین طور دست به دست شد و به زودی کارمان رونق گرفت. برای اینکه ما بهتر خودمان را با تغییر هماهنگ کردیم و ایده گفتن این داستان با آنها در زندگی شخصیشان نیز کمک بسیار کرده است. چند نفری هم گفتن هیچ چیز در این داستان دستگیرشان نشده. بعضی گفت من هیچ چیزی داستان نگرفتم. خود گنگس بودی، پرتو خورشید عشق بر همه افتاد ولی سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود. کسایی که ظرفیت گوهر شدن داشتن کتاب برشان مفید بوده. بعضی فکر میکردن که از هر چی در این کتاب گفته شده از قبل آگاهی داشتن و بعضی نیز فکر میکردن که در حال حاضر هم طبق نکات مثبت این کتاب زندگی میکنن و نیازی به یادگیری ندارن. آنها درک نمیکردند که چرا این داستان برای دیگران آنقدر مفید بوده است. یک بار یکی از مدیران ارشد ما که خیلی انعطاف پذیر بود گفت این داستان وقتش را تلف کرد. همین باعث شد که دیگران سر به سرش بگذارن و او را به یک شخصیت های داستان تشبیه کنند. یکی از مدیران گفت علی وقت مرا ضایع کرد. دیگه از اون 4 نفر یک شبرش انتخاب کردن که تو فلانیستی. باز میبینیم دیگه. بنابراین دوستای نازنین بیاین ما و شما ذهن خود خالی کنیم، آماده پذیرش از این کتابش ببینیم چی یاد میگیریم. زود رد نکنیم، نگوییم کلش خود ما میفهمیم، بدترین جمله است. منظورشان همان کسی بود که چیز جدید را یاد نگرفت و تغییر نکرد. یکی از این شخصیت‌های داستان است و لطفاً تو نباشین که چیز یاد نگیرین و تغییر نکنین. این بدبختی است. آنجلا پرسید خب این داستان چی است؟ اسمش اینه چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ گفتی این داستان است. همه خندیدن. آنجلا گفت من از زمین الله خوشم آمد. کارلوس گفت می توانی داستان را برای ما تعریف کنی؟ شاید ما هم چیزی از آن یاد بگیریم. کلی گفتن خیر بگیم این داستان بر ما تعریف کو، بگو چی است این داستان ما بفهمیم. مایکل جواب داد حتما خیلی خوشحال می شوم، زیاد طول نمی کشد و این طور شروع کرد. دوستای نازنین دوستا جمع شده بودن از زندگی خود می گفتن، از تغییراتی می گفتن. بالاخره یک چیز در کلشان مشترک بود که از تغییر میترسیدن. گفتن خیر تو کتابی که بر تو تغییر آورد داستان برام بگو. این آدم هم شروع کرد که چی کسی پنیر مرا جابجا کرد. ما و شما هم تو بخیر تازه منتظرش در برنامه دوم می باشیم و اصل داستان می خوانیم. خود تا بال این پیامی را که گرفتیم لطفا از تغییر نترسین، در مقابل تغییر مقاومت نکنین، دنبال یادگیری باشیم، در زندگی بفهمیم جای چیزا تغییر میخوره ولی ما اگه عزم راسخ داشته باشیم میتونیم خودمون هماهنگ بسازیم. بسیار زیاد دوستتان دارم. زنده و سلامت باشین. دیگه خداوند آرام داشته باشتانه. خدا مددگارتان.